صاحبای محترم سلام. یک بار دیگه مصادواری هستم و در خدمت شما با یک ویدیوی کوتاه در مورد گرده ها هستم. اولتراساوند گرده، چه قسم گرده را ما میتونیم ببینیم توسط اولتراساوند و تکنیک اجرای اولتراساوند با دکتر صاحبا و معلولین و کسایی که اولتراساوند در افغانستان میکنن. میخوایم با این نشر این ویدیو یک اندازه آسان و تسهیل کنم. معاینه گرده یکی از معاینه هایی است که باید نزد بعضی مریضا صورت بگیره و دکتر صاحبا باید استدبابات از زیر بفهمند و وقتی که نتیجهش میایه او را دوباره به وجه اصلا اینا ببینن و مفهوم ازش بگیرن. برای معاینه گرده ما استدبابات مختلف داریم. گرده ها میتونه توسط معاینات مختلف که به شمول معاینه خون، معاینه تلویزیونی، معاینات مانند سی تی اسکن و در بعض حالات نادر میتونیم از معاینات دیگه پیشرفته مانند ام آر آی و سایر معاینات استفاده کنیم. اینجا فقط گپ ما بالای اولتراساوند است و چه قسم ما میتونیم از اولتراساوند بهره ببریم به خاطر تعیین مشکلات سیستم گرده یا سیستم بولی و همچنان مثانه. استدبابات از این قراره که در این لیست دیده میشه. میبینین که شما در قدم اول تعداد زیاد از مریضایی که برای ما مراجعه میکنن، علت اساسی مراجعه از اینا بلند رفتن به اصطلاح شاخصهای بولی است، یا ای که مثلا از کریاتینین سویش بلند میره، جی اف آرشان پایان میره. اینها سبب میشه که دکتر را به این فکر مندازن که وظیفه گرده مشکل پیدا کرده، این حالا به خاطر از این که پیدا این کنن که وظیفهش به خاطر بندش است و یا ای که به اساس کدام مشکل دیگه باید یک تصویر برداری از گرده صورت بگیره. اولتراساوند معاینه بسیار آسان است، بسیار به خوبی میتونه توسط دکتر صاحبا در شفاخانه ها همچنان میتونه در معاینه خانه به بسیار خوبی اجرا شود و دکتر بخواه ازش معلومات خود بگیره. علت اولش بندش طرق بولی است که در این حالت میتونه سنگ باشه که سبب بندش گرده شود و در نتیجه درد و در وقتی که پیشرفت کنه سبب از این میشه که عدم کفایی گرده را به وجود میاد. تضایقات ولادی هست. تضایقات هست مثلا وقتی که جنکشن بین ساحه‌ای که ما به حساب پلویس گرده یا مسوره گرده و جنکشن علوی بین یوریتر یا غالب، اگر تضایقات ولادی موجود باشه رفته رفته وظیفه گرده مختل میشه. مشکلات ولادی مانند دو دانه بودن خود یوریتر یا غالب، در بعضی اوقات گرده های نل اسمانن به ایمانا جدا نشده از یکی دیگه، اینها هم مشکلات دارن مانند تولید سنگ، مانند انتانات و غیره. همچنان در جریان یا به تعقیب انتانات مکرر بولی، خصوصا نزد خانم ها وقتی که یا اطفال وقتی که اونا انتانات میگیرن مکررن ایجاد میشه، در صورتی که علت دیگه انتان تعیین نشه باید در دیده شود که آیا در گرده کدام مشکل هست، آیا گرده کدام سنگ داره که سبب میشه که موقعیت یا جایی باشه برای رشد انتان. به تعقیب یک تداوی در این صورت ضرورت است که میتونیم از اولتراساوند استفاده کنیم. تشخیص و ارزیابی کتلات مانند سیست ها، بعض وقت است که ما میتونیم سیست ها را ببینیم در گرده ها. یک کتلات بسیار سلیم هست و همچنان بعض سایر کتلات هم سلیم و هم خبیث در صورتی که ببینیم که یا بزرگ میشن و یا ای که تغییر میتن و مشکل پیدا میکنن، میتونیم اینا را ارزیابی کنیم در مقاطع مختلف. در نزد اشخاصی که فشار بلند داره به خاطر اندازه‌گیری گرده ها، کسایی که فشار بلند داره اکثرا گرده هایشان هم مخصوصا کسایی که دیابت دارن، اونا میتونن که گرده های از اون آهسته آهسته از کار یا فعالیت بفته و عدم کفایی گرده را درست است که ما به شکل وظیفوی نمیتونیم ببینیم، اما به شکل از که اندازه گرده تغییر میکنه، عمو فیصدی کورتکس و میدولا پایان میاد و خود گرده نسبت به سن مریض کوچک میشه، میتونیم اینجا ارزیابی کنیم. در بعض اوقات بعد از تعویض گرده ها وقتی که شخص گرده جدید مفته او را ما به خاطر ازی که ببینیم چقدر خون و اروا داره و از نظر ازی که آیا بندش درش صورت نگرفته، چون در اینجا حالب هم ساختگی هست و گرده هم گرده شخص دیگه است. بعضی اوقات است که گرده را رد میکنه و در قدم اول معاینه بسیار خوبه است که استفاده شود از اولتراساوند. آسان، ارزان و در هر جای قابل دسترس. در معاینه بدنی میشنیده شود در مشکلات مثلا مثانه و سوی تخلیه مثانه هزار سبب باشه که سبب شود که بندش و یا ای که بندش نسبی
از ادرار موجود باشه که اینا هم بالای گرده هم تاثیر میکنه، باید دیده شود. در هنگام گذاشتن و تعویض تیوب‌های داخل گرده یا نفرستومی که ما در یک لکچر قبلی خود چه قسم ما گذاشتیم نفرستومی رو میگذاریم، شما میتونید به این لینک بالا در صورت که اگه بخواید ببینین مراجعه کنید. این بود استطبابات اولتراساوند. به خاطر دیدن گرده معمول آناتومی گراس یا آناتومی عمومی گرده را در نظر میگیریم که در صورتی که ما اگر در کتابا ببینیم گرده به این شکل است که شامل کپسول است، شامل کارتکس است یا مخش است، میدولا مخش است و بعد قسمت مرکزی زیره که به نام سینوس گرده میگیم که در اینجا تمام از امی کلکس های گرده با هم دیگر یک جای میشه و پلویس گرده را میسازه. این ساحه را تشکیل میده. در این ساحه است که ما آرتری و وین گرده را داریم یا به معنی شریان و ورید گرده و از طرف دیگر همچنان حالب از این ساحه منشأ میگیره. از نظر ازی که ما در اولتراساوند ببینیم ما به یک منظره دیده میتونیم میره. فقط فکر کنین که این قسمت کبد است و این بندوی کبدی استفاده شده به خاطر ازی که تصویر مطابق به این باشه. تصویر تغییر یعنی یک زاویه 180 درجه تغییر دادیم تا بتونیم ببینیم. در قدم اول کارتکس میبینیم، بعد از او قدم اول کپسول میبینیم، بعد از کارتکس میبینیم، بعد ساحه میدولا و در قسمت سینوس گرده و همچنان چربی که داخل سینوس است میتونیم به شکل هایپر ایکوژن ببینیم. باید ناگفته نباید گذاشت که قسمت از میدولا و کارتکس که دویش با هم دیگر نزدیک هستند. بخصوص کارتکس باید نزدیک و از نظر ایکوجنیسیتی یا تصویری که تشکیل میده باید مساوی با جگر باشه. در صورتی که جگر سفید تر از این باشه مشکل در جگر است و در صورتی که گرده سفید تر از جگر باشه امکان است که مشکل در پرنچیم گرده به حساب وجود آمده باشه. نزد اطفال یک حالتی هست که نمیتونیم این تغییرات ببینیم چون اونا در از نظر ازی که ایکوجنیسیتی گرده از اونا فرق میکنه. فقط برای از اونا ما باید اگر مشکلات کتلات بزرگ دیده شود یا کتله را ببینیم و یا اینکه هایدرونفروز باشه باید نظر بگیریم. خود فرق بین کارتکس گرده در اوج میتونه نزد هر شخص فرق کنه در حال که گردهشان نرمال است. برای تکنیک معاینه گرده مریض باید به استجای زهری یا شکل خوابیده هست دیده شود. در بستر قرار میگیره. گرده راست طور قرار میتیم که یک بندو یا یک دریچه از طرف کبد بالای تشکیل میتیم. به خصوص طرف راست به شکل از این که ما خود پروب به شکل ارزانی به شکل طولانی بالای طول خود مریض قرار میتیم. حالا که قسمت سر نشان بده و قسمت پای نشان بده ما یک تصویری از گرده راست میگیریم که دریچه کبد در اینجا موجود است. همچنان به این شکل ما میتونیم طرف چپ همچنان گرده طرف چپ ببینیم. اکثرا گرده طرف چپ نسبت به طرف راست بالاتر موقعیت داره و اندازهش هم از نظر کرانیو کاودال از سر تا آخر 1 یا 1.5 سانتی بزرگتر از طرف راست است. دیگه مریض وقتی که خوابانده میتونیم به بسیار خوبی نقاطی که مورد نظر ماست مثلا کبد، مثلا کپسول گرده و همچنان خود پرنچیم گرده رو ببینیم که چقدر از طولش میتونیم اندازه کنیم. همچنان اندازه خود میدولای گرده نرمال میتونیم به خوبی ببینیم. ما اکثرا از پروب منحنی استفاده میکنیم به خاطر که پروب منحنی از نظر از اینکه پنتریشن یا نفوذ در انساج عمیقه بهتر داره و بین 2 تا 6 هرتز میتونه 6 مگاهرتز میتونه فرکانسیش تغییر کنه. به این طریق ما میتونیم به بسیار خوبی یک گرده را توسط این پروب ببینیم. به خاطر از اینکه ما چه قسم گرده را میبینیم ما چند سلاید را اینجا طور تشکیل دادیم که به شکل لایف ما میتونیم ببینیم. گرده نرمال وقتی که شما ببینید اینجا ما دریچه طرف راست داریم به خاطر کبدی موجود است. گرده راست است به شکل ارزانی دیده شده. این قسمت سر نشان میده که عبارت از همون نقطه است که در پروب دیده میشه و این قسمت پای نشان میده. ما میتونیم طول خود می گرده را ببینیم، اندازه میدولایش را میتونیم ببینیم و از نظر ایکوجنیسیتی مشابه با ایکوجنیسیتی جگر است. تمام گرده را ما باید به این شکل بسیار از طرف از یک طرف به طرف دیگه آهسته تا آخر ببینیم تا اینکه کدام کتله را در اینجا ما از دست از چشم ما نره.
این بود یک دیدن گرده به شکل مقطع طولانیش. مقطع ارزانیش همچنان میتونیم ما اجرا کنیم، فقط با تغییر موقعیت خود پروب یا تغییر زاویه پروب 90 درجه تغییر میتیم و ما به خوبی میتونیم که گرده را از سر تا به آخر با دو کورتکسش یک جا دیده شود. همچنین میتونیم ببینیم که حالب است یا همچنین رگش است، رگ گرده است که به طرف آورت ها میره یا شریانش است. بسیار خوبی از این مریض میبینیم که هایدرونفروز تأسس نکرده. هایدرونفروز وقتی که تأسس کنه بزرگ میشه سیستم کلکتینگ سیستم. همچنین به خاطر تعیین شرايين گرده ما میتونیم از داپلر استفاده کنیم. وقتی که دکمه داپلر رو میزنیم ساحه داپلر رو بالای گرده ببینیم و وقتی که میبینیم فقط شریان و ورید گرده را طور میبینیم که یکیش سرخ و دیگهش آبی است. سرخ و آبی اینجا موجودیت شریان و ورید برای ما به اصطلاح تعیین نمیکنه، بلکه برای ما نشان میده که کدام طرفی که سرخ است به طرف پروب نزدیک میشه مایع و طرف که آبی است از پروب دور میشه که در این احتمال زیاده از شریان و ورید است. اگر ما پروب خود سرچپه یا تصویر خود اینورت کنیم میتونه که عکس تغییر کنه و دیگه نشان میده که گرده ما اروایش نرمال است. در بعضی حالات ما میتونیم در کسایی که تعویض گرده پیشان صورت گرفته برای از اونها وقتی که داپلر استفاده میکنیم یک پروگرام هست که در اوج رینال اندکس هم میتونیم ببینیم، یعنی در حقیقت اندازه فشار وریدی و فشار شریانی گرده را که نشان میده فیلتریشن نزد مریض نرمال است. اینجا منظره لانجیتودینال یا منظره طویل خود مثانه هست که در خط ما باید مثانه را ببینیم. مثانه به شکل خیال ان ایکویک یا ایکوجن که نیست، سیاه رنگ دیده میشه. اگر سنگ باشه میتونیم به خوبی ببینیم، اگر کدام کتله در جدارش باید باشه اگر باشه ببینیم. همچنین با زاویه خود تغییر میتیم و با زاویه 90 درجه وقتی که تغییر دادیم میتونیم مقطع ارزانیش به بسیار خوبی ببینیم. این یک نمونه از استفاده اولتراساوند برای گرده بود. من یک معاینه CT گرده را اینجا برای شما نشان میدم. در اینجا معاینه CT گرده طوری هست که پیش این مریض مشکل به شکل دوامدار موجود است در گرده طرف چپ که شما ببینید گرده طرف چپ به طرف راست اسکرین است به خاطر که مریض مقابل ما قرار داره. ما به خاطر دیدن این گرده میتونیم گرده را به شکل شما ببینید که اینجا گرده پیش مریض هایدرونفروز بسیار کرونیک داره، کورتکسش نازک است و میدولایش هم زیر فشار است. سیستم کلکتینگ دکت بسیار متوسع و این توسع در قسمت پلویس زیادتر دیده میشه. در این مریض تطبیق شده دابل جی کاتتر که قسمت سر کاتتر ما میبینیم در ساحه پلویس دیده میشه و با تعقیب از او این پیش مریض کاتتر رفته از طریق حالب و اما حالب اندازهش نرمال است. پیش این مریض یک تضایق به اصطلاح بین پلویس و حالب موجود بوده و این تضایق اکثرا کرونیک می باشه، اکثرا از طفولیت موجود می باشه و آهسته آهسته بزرگ میشه تا ای که یا به اصطلاح گرده را زیر فشار قرار میده تا وظیفه یا آدم فعالیت وظیفه‌ای گرده را سبب شود. نزد این مریض گرده طرف راست یا البته یک CT است که به شکل آرتریال داده شده، یعنی در حقیقت به خاطر دیدن سیستم رگای خون که اگر شما ببینین آورتای مریض است ما ایره باید درست تغییر بدم تا بهتر دیده شود. آورتای مریض در قسمت متوسط قرار داره و از آورتا یک رگ رفته که به طرف قسمت بالایی گرده، یعنی و یک رگ دیگه هم از آورتا باز منشأ میگیره. اگر شما ماوس ما متوجه شوین که عبارت از این رگ است و این رگ اگر متوجه شوین این رگ میره و قسمت پایانی گرده را اربا میکنه. در حقیقت این مریض دو رگ داره. این گرده از این گرده طرف چپش ببینیم گرده طرف راست از چی است. گرده طرف راست شریان بالایی که مستقیم به گرده میره از اینجا منشأ میگیره و گرده میره
و در قسمت پایانی هم میبینیم یک شریان دیگه هم از اینجا منشأ میگیره. وقتی که تعقیب کنیم میبینیم این هم به گرده میره. هر دو گرده مریض حاوی دو شریان است که از نظر عملیاتی پیش بعضی حالات که اگر تومور در یک قسمت از گرده باشه خیلی مهم است، چون امی شریان وقتی که قطع میکنن قسمت پایانی میتونه اروای خود بگیرن که یکی از نقاط است که جراحا قبل از اینکه پلان عملیاتی را میسنجن از رادیولوژیست ها پرسان میکنن. در قدم دوم پیش این مریض در گرده راستش، گردهش از نظر سایز نرمال است، پیشش کدام مشکل دیگه نیست، اما در داخل گرده راست میبینیم حالا که یک کانترست داده شده سیتی، اینجا سنگ های موجود است که بسیار اندازشان خرد است و ایره هم ما در راپور خود به اینا میدیم. به خاطر بهتر دیده شدن از رگ ها میتونیم اندازه سایز تصویر خود تغییر بدیم تا ای که ما بتونیم تمام رگ ها را به صورت عمومی ببینیم. شما در صورتی که اگر به این تصویر متوجه شوید بسیار خوب رگ ها دیده میشه، کدام رگ از کجا منشأ گرفته و به کدام طرف میره و بسیار خوبی راپور خود ما میتونیم تعبیر کنیم. تشکر از توجه شما. امیدوار هستم که این لکچر تا یک اندازه برای شما کمک کننده باشه و در صورتی که اگر کدام کامنت دارین میتونین بنویسین در صفحه یوتیوب ما، همچنان در صفحه فیسبوک. یادتان نره که اگر خواستین سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای دیگه هم بهره‌مند شوین و امیدوار هستم که در شرایط فعلی دکترهای افغانستان هم بتونه یک اندازه از ویدیوهای ما بهره‌مند شوند. تشکر از توجهتون.